الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدین و الشاکرین. بینندگان و شنوندگان نهایت گرامی و ارجمند، باز هم در این برنامه پاسخ نور، برنامه خودتان قرار داریم و با یکی از موضوعات و قضایای جدید دینی که آن را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم که عبارت از نیکوکاری هست. ما عنوانی که برای این موضوع انتخاب کردیم این هست که نیکوکار باش. یعنی یک انسان مؤمن و مسلمان باید نیکوکار باشد و باید محسن باشد. نیکی با چه کسانی؟ انسان با پدر و مادر خود نیکی بکند، با اقارب و خویشاوندان خود نیکی بکند، با اولاد و فرزندان خود نیکی بکند، با همسایه های خود نیکی بکند، که ان شاء الله تحت همین عناوین بحث خود را ادامه خواهیم داد. در شکی نیست یکی از اخلاق ستوده و زیبای دین مقدس اسلام که به اتباع و پیروان خود تعلیم و آموزش داده است، همین بر و نیکوکاری هست. در آیات متعددی از قرآن عظیم الشان و همچنان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در احادیث گوهربار خود ما مسلمانها را تعلیم و آموزش دادن، تشویق و ترغیب نمودن که ما باید نیکوکار باشیم. ما در هر عرصه از عرصه های زندگی و در هر بخش از بخش های زندگی خود ما تلاش و کوشش بکنیم که ما نیکوکار باشیم و دست به کارهای نیک و خیر و خوب بزنیم. حالا این نیکی یا خوبی را که انجام میدهیم برابر است که این نیکی و خوبی را برای پدر و مادر خود انجام بدهیم، یا برای اولاد و فرزندان خود، یا برای اقارب و خویشاوندان خود، یا برای خواهر و برادر مسلمان ما که در جوار و همسایگی ما قرار دارند، و هر خواهر و برادر مسلمان دیگری که ما در کنار اونها در یک جامعه اسلامی در کنار هم زندگی می کنیم. ما مسئولیت و مکلفیت داریم که ما در قبال یکدیگر ما نیکوکار و خیرخواه باشیم، ما در صدد انجام کارهای نیک به نفع یکدیگر باشیم. در حدیثی که قبلا خواندم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نیکی را تعریف و بیان می کنند که نیکی یعنی چی و عبارت از چی می باشد. پیامبر خدا می فرمایند: البر حسن الخلق. نیکی عبارت از اخلاق خوب و شایسته است. همین که یک انسان مؤمن و مسلمان اخلاق شایسته و زیبا داشته باشد، اخلاق حمیده و ستوده داشته باشد، اخلاقی که مردم واقعا در کنار همین خواهر و برادر مسلمان خود احساس آرامش بکنن، احساس انس و الفت بکنن، در واقع همین اخلاق شایسته و زیبا عبارت از نیکی هست که یک انسان مسلمان انجام می دهد. ما هرگاه دارای اخلاق شایسته و نیک بودیم
باید بفهمیم که ما نیکوکار هستیم، چون یک بخش اعظمی از نیکوکاری و خوبی ما را همین اخلاق شایسته و نیک ما تشکیل می دهد. پیامبر خدا فرمودند البر حسن الخلق، بر و نیکی اخلاق خوب و شایسته است. والاثم ما حاک فی صدرک، و گناه آنچه هست که در سینه تو شک و تردید ایجاد بکند. هرگاه یک موضوع یا یک قضیه یا گفتن یک سخن یا انجام دادن یک عمل و کار در سینه ما شک و تردید ایجاد بکند که آیا همین سخن را بگویم گناه هست یا نیست، همین کار را انجام بدهم گناه هست یا نیست، اگر من همین حرکت را انجام بدهم کار درست هست یا نادرست هست. زمانی که در سینه ما شک و تردید به وجود آمد، زمانی که سینه ما مطمئن و آرام نبود، زمانی که سینه ما در یک نوع پریشانی قرار داشت، همین علامه و نشانه گناه بودن هست. ما باید بفهمیم که قلب ما شهادت و گواهی می دهد که همین سخن شاید سخن خوب نباشد، همین کاری که انجام می دهیم شاید کار شایسته و خوب نباشد. چرا؟ اگر واقعا سخن نیک باشد، اگر واقعا یک کار شایسته و خوب باشد، قلب انسان کاملا مطمئن و نرمال می باشد، قلب انسان آرام می باشد، قلب انسان در شک و تردید و پریشانی و در یک وسوسه و نگرانی قرار نمی گیرد. و باز پیامبر خدا فرمودن و کرهت ان یطلع علیه الناس، و تو نمی پسندی و خوش نداری که مردم از آن مطلع و آگاه شوند. هرگاه ما یک سخنی را گفتیم، هرگاه ما یک کاری را انجام دادیم، اما در صدد این بودیم که مردم از سخن ما یا از همان کاری که کردیم و انجام دادیم مطلع و آگاه نشوند، این سخن ما مخفی بماند و این کار ما مخفی بماند، در واقع همین خود علامه و نشانه این هست که همین سخن در واقع یک سخنی آلوده به گناه بوده است. همین کاری که انجام دادیم یک فعل و یک عمل و یک کارکرد آلوده به گناه بوده است. اگر واقعا گناه نمی بود، اگر واقعا کار شایسته و خوب می بود، هرگز ما پنهانکاری نمی کردیم، هرگز ما در سینه خود شک و تردید نمی داشتیم. حالا که سینه ما آرامش ندارد و همین گونه ما در یک پریشانی مطلق به سر می بریم، این خود علامه و نشانه و یک آثار از آثاری گناه است که واقعا در سینه ما شک و تردید را ایجاد کرده است. پس در واقع انسان زمانی که یک کار نیک را انجام بدهد کاملا انسان مطمئن می باشد. نماز یک کار شایسته و نیک هست، تلاوت قرآن کار شایسته و نیک هست، یا هر کار خیر و خوبی دیگری که در شریعت و دین ما وجود دارد. ما هرگاه یکی از این کارهای شایسته و نیک را انجام بدهیم، ما هرگز در سینه خود شک و تردید نمی داشته باشیم، ما هرگز غمگین و اندوهگین و پریشان نمی باشیم، بلکه کاملا ما خوشحال و مطمئن و آرام می باشیم. ما در یک نوع آرامش درونی به سر می بریم. این خود بیانگری این هست کاری که نیک باشد در وجود انسان آرامش را پیاده می کند، اما کاری که معصیت و گناه باشد سراپا وجود انسان را شک و تردید و پریشانی و نگرانی و وسوسه فرا می گیرد. پس پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با همین حدیث خود در واقع علامه و نشانه کار خوب و بد را برای ما بیان کردن. اگر ما کاری را انجام دادیم که اطمینان و آرامش داشتیم، ما بفهمیم که کار خوب را انجام دادیم. اگر ما کاری را انجام دادیم که ما مشکوک و پریشان شدیم، غمگین و اندوهناک شدیم، آرامش نداشتیم، زمین بر ما تنگ شد، واقعا ما احساسی دلتنگی می کردیم، این خود بیانگری این هست که همین کاری که ما کردیم و انجام دادیم شاید گناه بوده و کار شایسته و خوبی نبوده است. از اینجاست که الله متعال می فرماید و ما عند الله خیر للابرار،
و آنچه که نزد خداوند است برای انسانهای نیکوکار بهتر است. پس ما انسانها تا می توانیم تلاش و کوشش بکنیم، ما مسلمانان که کارهای نیک و شایسته را در زندگی خود بیشتر و بیشتر انجام بدهیم تا همان اجر و پاداشی را که پروردگار فردای قیامت و در روز محشر به ما وعده کرده است ما از آن اجر و پاداش محروم نشویم. پس ما تلاش بکنیم تا نیکی ها و خوبی های دنیا و آخرت را از آن خود بکنیم. ما باید نیکوکار باشیم، چرا که نیکوکاری یکی از اخلاقی ستوده و زیبایی هست که هر انسان مؤمن و مسلمان تلاش و کوشش می کند تا کار نیک را انجام بدهد، دست به کارهای خیر و نیک بزند، هم در دنیا و هم در آخرت. کارهای نیک را زمانی که انسان در دنیا انجام داد اجر و پاداش اون را در دنیا هم به دست خواهد آورد و انسان اجر و پاداش کارهای نیکی که انجام می دهد در آخرت هم کسب و کمایی خواهد کرد. حالا نیکی کردن صورتها و اشکال مختلفی دارد، انواع و اقسام مختلف و گوناگونی دارد. ما می توانیم در عرصه های مختلف ما دست به کارهای خوب و نیک بزنیم و یکی از جمله انواع و اقسام کارهای نیکی که ما انجام می دهیم نیکی با پدر و مادر هست و همچنان با فرزندان هست و همچنان با خویشاوندان و همسایگان می باشد. زهرا خواهر ما از بلخ به تماس شدن، بفرمایید. بله زهرا خواهر، آوازی مرا داریم؟ متاسفانه که تماس خواهر ما قطع شد، امیدوار هستیم که بار دیگر تماسشان برقرار شود. پس ما مسلمان ها باید در برابر پدر و مادر خود نیکوکار باشیم، چرا نیکی در حق پدر و مادر در واقع یکی از مسئولیت‌های بزرگ و یکی از مسئولیت‌های سنگین و خطیر یک انسان مؤمن و مسلمان هست. انسانی که مؤمن و مسلمان هست مسئولیت و مکلفیت دارد تا حد توان بشری خود با پدر و مادر خود نیکی بکند و خیرخواه باشد. فاطمه خواهر ما از پروان به تماس شدن، بفرمایید. خواهر گرامی آوازتان یک کمی پخش است، کمی بلندتر صحبت بکنین. بله بفرمایید، بلندتر صحبت بکنین. سوال اول تانی از گفتین که شما قرآن کریم به مدت 12 سال خواندین؟ تجوید نخواندین یعنی؟ بسیار ببخشین که من سوال اول شما را درست نگرفتم. هدفتان این است که یعنی قرآن خواندین ولی با تجوید نخواندین؟ شما قرآن خواندین اما با تجوید نخواندین، هدفتان هم است؟ خب درست، فعلا شما قرآن یاد گرفتین، درست؟ درست. بله میشونم، بفرمایید. چی شما گفتین؟ بسیار ببخشین که می آواز شما درست صاف نمیاد، قابل تشخیص. بله بفرمایید. تابلت که درست درست. درست، من مطلبتو نگرفتم. بفرمایید.
درست است. من مطلبتون گرفتم خواهر. امی سوال اولتان گفتین که قرآن یاد گرفتین، مشخص امی سوالتان در این باره در چی باره بود؟ تلاوت که نکنه؟ سجده نکنه گفتین؟ خواه درست، من مطلبتان گرفتم. درست. بخیر و سلامت باشین. فاطمه خواهری ما از پروان به تماس شدن و دو سه سوال را مطرح کردن. سوال اولشان ای بود، گفتن که اونها قرآن کریم را یاد نداشتن. بعد از اینکه اطفال و فرزندان خود به مدرسه فرستادن و اونها قرآن را آموختن و فرا گرفتن و این خواهر مسلمان ما از طریق اطفال خود و فرزندان خود قرآن را آموختن و فرا گرفتن و گفتن که 1-2 سال شده قرآن تلاوت میکنن اما سجده تلاوت را انجام نمیدهند. بله، در شکی نیست که سجده تلاوت در قرآن عظیم الشان در 14 جای از قرآن عظیم الشان طبق مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله سجده واجب می شود. هرگاه یک خواهر یا یک برادر مسلمان یک آیه از آیات سجده قرآن را تلاوت کرد، سجده کردن بر او واجب می شود. برای این سجده کردن طریقه یا کیفیت سجده تلاوت این هست: ما بهتر هست که در حالت ایستاده قرار داشته باشیم. بله، مرسل خواهری ما از کابل به تماس شدن، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بخیر و سلامت باشین. بفرمایید. نام ادا معنای خوب داره؟ ادا؟ درست است. من سوالتان گرفتم. کدام سوال دیگه هم داشتین؟ سوال بگم نام خاطره. خاطره؟ بله؟ فاطره؟ با ف فاطره. فاطره با تا. درست. باسین اول بارت سین، دوم بارت الف، سوم بارت تا، چهارم بارت یا، پنجم بارت ر، ششم بارت ه. خاطره. درست. بسیار ببخشید که می آواز شما درست شنیده نمیشه، به او خاطر من مطلب درست نگرفتم. سین الف. بله. ت یا ساطره. درست. درست است. من فعلا مطلب تو را گرفتم. درست است. درست است. درست است. بخیر و سلامت باشین. مرسل خواهری ما از کابل به تماس شدن و گفتن خطری ای هست که برقایشان بره، عاجل هست، باید جوابی سوالشان گفته شود. اینها سوالشان مربوط بعضی از نامه ها می شد که چی معنا داره و آیا یک نام درست هست که بالای یک خواهر گذاشته شود. گفتن ادا چی نام هست، یعنی نام درست هست یا نام درست نیست. ادا یک کلمه عربی هست که به معنای پرداختن یا به معنای ادا کردن. مثلا میگوییم ادا کردن نماز یا ادا کردن زکات، یعنی به این معنا که نماز در همان وقت مشخص آن ادا کرده شده و انجام داده شده است، یا ادا کردن زکات یا ادا کردن صدقه فطر، یعنی به معنای پرداختن آن هست. به هر حال کدام معنای بسیار بد یا خرابی ندارد. احیانا اگر کدام خواهر ما اسمشان ادا گذاشته شده و به او مشهور شده باشند، نیازی هم نیست که حتما او را تغییر بدهند، ولی بهتر هست زمانی که نام گذاشته میشه یک کسی که درباره نام ها معلومات داشته باشه و بهتر هست که یک نامی که معنا و مفهوم درست داشته باشه همین طور یک نام گذاشته شود بهتر هست. از این نامه هایی که یک معنا و مفهوم کاملا مشخص و زیبا ندارن بهتر هست که یک نام زیبا گذاشته شود. و همچنان گفتن ساتیره. ساتیره به معنای ستر کننده یا پوشاننده یا پنهان کننده هست که از نگاه لغوی همین معنا و مفهوم را می دهد. فرزانه به معنای زیرک و هوشیار. معمولا خواهران فرزانه نام گذاشته می شوند،
اگر کدام زن فرزانه نام گذاشته شده، کدام دختر، از نگاه معنوی، از نگاه معنا کدام مشکلی ندارد. به هر حال پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم عادتشان این بود زمانی که یک نام را می شنیدن، اگر در معنای آن نام از نگاه عقیدتی مفهوم آن مشکل می داشت، اگر از نگاه معنا مفهوم آن خراب و نادرست می بود یا در آن نام بدفالی می بود، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چنین نامهایی را تبدیل می کردن و به یک نام زیباتر تغییر می دادن. ولی در صورتی که یک نام معنا و مفهوم زشت و یا غلط و اشتباه نمی داشت یا همچنان با عقیده در تصادم و در تکر قرار نمی داشت، کدام مشکل اخلاقی یا عقیدتی نمی داشت، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چون این نامهایی را به جای خودش می گذاشت و او را تغییر و تبدیل نمی کرد. به هر حال ادا یا ساطره یا فرزانه از نگاه معنا کدام معنای فاسد و خراب زیادی ندارد، ولی آنقدر نامه‌های بسیار مهم و جالب هم نیست. بهتر است زمانی که پدر و مادر فرزند و نوزاد خود را نامگذاری میکنن، اینها با کسای مشورت بکنن که معلومات و اطلاعاتی درباره نامها داشته باشند تا یک نامی زیبا و جالب و با مفهوم و با معنا و درست را انتخاب بکنن، چون نام هم اکثرا تأثیرات خاص خود را بالای همان فرد می داشته باشد. حسنا خواهر ما از ایران به تماس شدن، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مولوی صاحب یک سوال داشتم. بفرمایید. من دو مورد خرجی دارم، گفتم اگر اینا که مثلا پول شربیتون یا بگیرم. یک سوال. شما خود قدرت و توان روزه گرفتن دارین، کدام نوع مرض و بیماری خود ندارین، درست؟ نه دارم، خواهر بچه شیر دارم، نشینم شیر نشینم. طفل شیرخوار دارین؟ بله. در صورتی که شما طفل خود از شیر جدا کردین و خصوصا در همان وقت از سال که روزه ها کوتاه میشه، شما تلاش بکنین که روزه خود بگیرین و فدیه دادن برای کسایی هست که اصلا اونها شیخ فانی میشن و دیگه به هیچ نحوی قدرت و توانایی گرفتن روزه را نمی داشته باشن. ان شاء الله که باز هم در ارتباط معلومات بیشتر ارائه خواهم کرد. امیدوار هستم که خواهر ما ان شاء الله که منتظر بمانند. بیاییم به سوالی که فاطمه خواهر ما داشتن. گفتن که ما مدت 2 سال میشه که قرآن عظیم الشان را یاد گرفتیم و سجده تلاوت نمی کنم، بله طریقه سجده تلاوت که در قرآن عظیم الشان در 14 آیه از قرآن عظیم الشان آیات سجده هست. زمانی که یک خواهر و برادر مسلمان همین آیه از آیات سجده قرآن را خوان، بر او سجده کردن تلاوت واجب و لازم می شود. این یک دین و قرض هست که باید این را ادا بکند، وگرنه یک انسان اگر 10 سال عمر بخورد باز هم بر ذمه او قرض می ماند، چون واجب هست. در قدم اول بهتر هست اگر ما در حالت ایستاده قرار داشته باشیم ما به سجده برویم، ولی اگر انسانی نشسته هم یعنی در حالتی که ایستاده نیست اگر به سجده برود باز هم سجده تلاوت ادا می شود و کدام مشکل نیست، ولی بهتر این هست که انسان در قدم اول ایستاده باشد و بعدا به حالت سجده برود. اینجا دیگر دستها را به گوش بلند کردن یا در زیر ناف بسته کردن و این چیزها نیاز نیست. فقط ما الله اکبر میگوییم، به سجده می رویم و 3 بار سبحان ربی الاعلی میگوییم و اگر کسی دعاهایی که درباره سجده تلاوت آمده اگر اونها را یاد نداشته باشد، همین سجده که سر خود را به زمین میگذارن و 3 بار سبحان ربی الاعلی میگوین، همین هم کفایت میکند. ولی بهتر هست اگر ما دعای سجده را یاد داشته باشیم که الحمدلله الذي سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. این دعا از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در سجده تلاوت ثابت است. پیامبر خدا این دعا را می خواندند
سجد وجهی للذی خلقه و شق سمعه و بصره بحوله و قوته. اگر همین دعا را هم خواندیم بهتر هست. ولی فاطمه خواهر ما یا هر خواهر و برادر مسلمان دیگری ما زمانی که قرآن تلاوت میکنن و به آیه سجده میرسن، جا به جا یا بعداً چند روز بعد یا چند ساعت بعد یا هر لحظه‌ای که فرصت پیدا کردن در قدم اول بهتر هست که جا به جا ما سجده بکنیم و سجده تلاوت خود را انجام بدهیم، چون یک واجب هست نباید ترک شود. و همچنان سؤال دیگری مطرح کردن، گفتن اگر مردی تابلیت که استفاده می کند و زن او را منع می کند از نگاه شرعی چه حکم دارد؟ بله، در شکی نیست زمانی که یک وقفه کوتاهی داریم، پس از وقفه کوتاه دوباره باز هم به خدمت شما برخواهیم گشت ان شاء الله که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی بخشاینده مهربان. پس از وقفه کوتاهی که داشتیم دوباره باز هم در خدمت قرار گرفتیم. امیدوار هستم که برادران و خواهران تا پایان برنامه خود را با ما مشترکاً و در کناری هم ان شاء الله که به پیش ببریم. فاطمه خواهر ما دومین پرسشی را که مطرح کردن، گفتن اگر یک مرد تابلیت که استفاده بکند و زن او را منع بکند، بلی در شکی نیست که تابلیت که استفاده کردن خصوصا هر نوع به اصطلاح تابلیتی باشد یا هر نوع معجونی باشد یا هر چیزی دیگر، هر ماده دیگری باشد، در صورتی که اگر در او مواد مضر استفاده شده باشد، در اجزای ترکیبی او اشیای حرام گنجانیده شده باشد، خوردن و استفاده کردن آن برای یک مرد و زن مسلمان حرام و ناجائز می باشد. بلی در صورتی که در شکی نیست تابلیت که یک ماده مضر هست، تابلیت که واقعا یک تابلیت مضر و زیان آور هست، اگر واقعا در کوتاه مدت هم برای خواهران و برادران مسلمان ما ضرر و زیانی را متوجه نکند، در دراز مدت در شکی نیست که تبعات و همچنان خسارات و اضرار و پیامدهای منفی و سلبی و مهلک و کشنده و ضربه زننده خود را در شکی نیست که در جسم و بدن و وجود انسان و در روح و روان انسان و در اخلاق انسان، در قوت و نیروی جسمی انسان خواهد داشت. در شکی نیست که واقعا تحقیقاتی که صورت گرفته حتما این ماده یک ماده هست که مشکل شرعی خود را دارد و نباید یک زن و مرد مسلمان از این استفاده بکند. بلی در صورتی که یک شوهر مسلمان تابلیت که استفاده می کرد و زن مسلمان او را از این کار منع کرد ولی باز هم از این کار باز نایستاد، در شکی نیست که این زن مسلمان دیگر مسئولیت خود را ادا کرده است. زمانی که ما یک خواهر و برادر مسلمان خود را در یک معصیت و گناه ببینیم، ما اگر قدرتی منع را داشته باشیم، چی به زبان باشد چی به دست باشد، و در آخرین لحظه که همان نفرت قلبی هست، ما اگر او را با زبان و دست خود منع کردیم، اگر واقعا منع شد و باز ایستاد، بسیار کار خوب هست. در صورتی که اگر ما یک خواهر و برادر مسلمان خود را از یک معصیت و گناه و از یک جرم و جنایت ما او را منع کردیم و او را نصیحت و خیرخواهی کردیم، اما باز هم اصرار و پافشاری کرد، به همان معصیت و گناه خود ادامه داد، دیگر ما مسئولیتی نداریم. وظیفه ما همان پیام رسانی بود، همان نصیحت و خیرخواهی بود، همان دعوت بود، همان ارشاد و راهنمایی بود و همان کنترل و جلوگیری بود که ما در حد توان خود آن را خرج و مصرف کردیم. حالا که دیگر یک کسی باز نمی استاد و باز هم به همان کار منکر و زشت و گناه دست می زند و ادامه می دهد، ما دیگر مسئولیتی نداریم. و سؤال سومی را که خواهر ما مطرح کردن، گفتن که خیاط هستن
و خیاطی میکنن، از طریق خیاطی درآمد دارن. و باز گفتن چون ضرورت هست، زندگی هست، اونها 100 روپه یا کم و بیش گه و ناگه همین درآمد یا دستاورد خیاطی خود را اونها از شوهر خود پنهان میکنن. آیا از نگاه شرعی گناهگار میشوند یا خیر؟ ببینین در قدم اول باید این را بفهمیم چنانچه که مرد حق دارد ملکیت شخصی داشته باشد، مثلا زمین داشته باشد، دکان داشته باشد، موتر داشته باشد یا جایدادهای شخصی دیگری داشته باشد، همین طور یک زن مسلمان هم زمانی که از پول و سرمایه شخصی خود درآمد دارد و یا مهر او هست یا کسی برای او بخشش کرده، به هر حال کسی برای او صدقه و خیرات داده یا به هر حال کسی برای او وصیت کرده، به یک وسیله سرمایه‌ای را در اختیار دارد. حالا همین پول و پیسه و سرمایه در واقع یک سرمایه شخصی برای همین خواهر مسلمان هست، حالا چی شوهر باشد، چی پدر همین زن و دختر باشد و چی برادر او باشد، چی مادر او باشد، بدون اجازه او حق ندارند، در صورتی که خصوصا پدر و مادر اصلا ضرورت هم نداشته باشند، بدون اجازه پول و پیسه و سرمایه و جایدادی دختر خود را اونها بگیرن و بدون اجازه او را مصرف بکنن. همان طوری که یک مرد میتواند سرمایه و ملکیت شخصی داشته باشد، یک زن هم میتواند سرمایه و ملکیت شخصی داشته باشد. در صورتی که یک خواهر مسلمان ما خیاطی میکند و از آبله کف دست خود و از همان زحمت و تلاش خود درآمد و دستاورد دارد، در واقع این پول و پیسه ملکیت شخصی خود او می باشد. اگر با شوهر خود کمک و همکاری می کند و اگر شوهر او به اجازه او از همین پول و سرمایه مصرف می کند مشکلی ندارد. در غیر از او این خواهر مسلمان ما که درآمد شخصی دارد، این همه در واقع مربوط خود او می شود. در صورتی که خود او تلاش کرده و زحمت کرده دستاورد دارد، این دستاورد مربوط خود او هست و شوهر بدون اجازه او نمیتواند چیزی از آن را خرج و مصرف یا حیف و میل بکند. در حدیث از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میخوانیم: لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه. مال یک مرد و زن مسلمان حلال و جائز نمی باشد، یعنی جائز و روا نیست که مورد استفاده قرار بگیرد، الا بطیب نفس منه، مگر برضایت قلبی و درونی او. تا زمانی که قلبا یک کسی رضایت نداشته باشد، تا زمانی که یک کس به طیب خاطر و برضایت قلبی و درونی خود و با دل باز، تا زمانی که مال خود را، سرمایه خود را به کسی بخشش نکند، به کسی وصیت نکند، به کسی خیرات و صدقات نکند و به کسی اجازه ندهد، هیچ یک خواهر و برادر مسلمان حق ندارد که در ملکیت و سرمایه شخصی یک خواهر و برادر مسلمان خود بدون اجازه و رضایت او تصرف بکند و آن را به خرج و مصرف برساند. امیدوار هستم که فاطمه خواهر ما مطلب سؤال را گرفته باشند. حسنا خواهر ما از ایران به تماس شده بودند و گفتند که 2 ماه روزه قرضی دارند. بلی زمانی که یک خواهر مسلمان ما در نتیجه این که طفل شیرخوار دارد روزه ماه مبارک رمضان را گرفته نتوانسته است، یا حامله هست در اشکم خود طفل دارد، به خاطر اینکه طفل او صدمه یا ضرر نبیند چند روز از ماه مبارک رمضان را یا مکمل ماه مبارک رمضان را خورده است، یا به دلیل اینکه مریض و بیمار شده، یا به دلیل اینکه مسافر بوده، به یک دلیل از دلایل شرعی زمانی که یک خواهر و برادر مسلمان ما روزه خود را بخورد، اینجا هست بعد از این که ماه مبارک رمضان سپری شد، بر او به همان اندازه روزه هایی که ماه مبارک رمضان را خورده است روزه گرفتن و قضای آوردن فرض و لازم می باشد. طهاره خواهر ما از کابل به تماس شدن، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
رقم بسیار این دختره کن مرده دو سه ماه شده در سالم بسیار دلکم در گرفتن که از شورزی خونو میبینم پیدا ما نجلا کنم خواه درست یعنی تاوت دیگه میشورم که باقی از سیانه دوست دادن یعنی از چیزی بگو هر چیز میده میکنم هر چیز خدمت میکنم هیچ نمیکنم درست است من مطلبتان را گرفتم همین را بگم چطور دختره که مخلو میبینم کیریان نالا نماز میخوام درست من مطلبتان را گرفتم بخیر و سلامت باشین هر خواهر و برادر مسلمانی ما که روی یک دلیل یا عذر شرعی روزه ماه مبارک رمضان را مکمل یا چند روزی آن را خورده است بعد از این که ماه مبارک رمضان سپری شد در هر وقت از سال که قدرت و توانایی داشت می تواند که روزه خود را قضایی بیاورد. خواهر ما حسنا پرسیدن و گفتند که من می توانم فدیه بدهم چون طفل شیرخوار دارم. بلی برای فعلا شما که طفل شیرخوار دارید شما اگر می فهمید با طفل شیرخوار خود شما روزه ماه مبارک رمضان خود را قضا آورده نمی توانید چون طفل شیرخوار شما متضرر می شود و شیر شما کم می شود و کفایت نمی کند. حالا چون عذر شرعی دارید لازم نیست که حتما همین لحظه شما قضایی بیاورید، ولی زمانی که شما طفل خود را از شیر جدا کردید و فرصت برای قضایی آوردن پیدا کردید هر وقتی که باشد در آن وقت شما می توانید قضایی روزه خود را بیاورید. موضوع فدیه دادن فقط در صورتی هست که یک انسان شیخ فانی می شود به این معنا که در یک وضعیت قرار می گیرد که روز به روز وضعیت او وخیم می شود و مرض و بیماری او روز به روز شدت پیدا می کند و وضعیت او روز به روز ناتوانتر می شود. اینجا هست که دیگر هیچ قدرتی برای او باقی نمی ماند که روزه ماه مبارک رمضان خود را بگیرد یا او را قضایی بیاورد. در چنین حالت شریعت به خاطر اینکه دین ما آسان هست برای تخفیف و آسانی اجازه داده که همین خواهر و برادر مسلمانی ما که دیگر اصلا روزه را گرفته نتوانست فدیه بدهد. ولی کسی که مریض هست از مرض صحت یاب شد، کسی که مسافر هست در خانه خود قرار گرفت و همچنان زنی که طفل شیرخوار دارد یا زنی که در اشکم خود طفل دارد یا مشکلی دیگری داشته مریض بوده به هر حال روزه گرفته نتوانسته هرگاه در هر وقت از سال، حالا اگر 1 سال بعد هست یا 2 سال بعد یا 3 سال بعد، زمانی که صحت و عافیت دارد و مریض و بیمار و ناتوان نشده است هرگاه فرصت پیدا کرد می تواند که آهسته آهسته با وقفه ایجاد کردن که مثلا 1 روز و 2 روز بگیرد یا چند روزی دیگر بخورد این روزه خود را حتما قضایی بیاورد. در صورتی که اصلا ناتوان شد باز در آن صورت شریعت اجازه فدیه دادن را داده است. طهاره خواهر ما گفتند که دختر اونها وفات کرده است و زیاد جگرخون و پریشان هستند و بیشتر نگرانیشان هم از این بابت بوده که اونها همان دختری وفات شده خود را در خواب نمی بینند. در واقع گاهی اوقات ما زندگی خود را با دست خودمان تخریب می کنیم. گاهی اوقات ما زندگی خود را دچار مشکلات و بحرانها می سازیم. مثلا گاهی اوقات ما یکی از اعضای فامیل خود را از دست می دهیم، مثلا پدر و مادر فرزند خود را یا برادر و خواهر خود را از دست می دهد یا یک مسلمان یک دوست صمیمی خود را از دست می دهد. برای ماهها و روزها حتی سالها در غم و تشویش و پریشانی او زندگی خود را خراب می کند، در حالی که دین مقدس اسلام برای ما فقط 30 روز را اجازه داده است. زمانی که یکی از اعضای فامیلی ما وفات کرد، حالا چی فرزند یک پدر و مادر باشد، چی برادر و خواهر ما باشد، چی یکی از اعضای دیگر فامیلی ما باشد، اقارب و خویشاوندان ما یا یکی از دوستان صمیمی ما، زمانی که وفات می کند ما فقط به اندازه 3 شبانه روز
ما اجازه داریم که ما سوگواری بکنیم، ماتمداری بکنیم و خود را غمگین بگیریم، ما در یک وضعیت ماتم زده جلوه بکنیم. اما زمانی که 30 شبانه روز گذشت، ما از نگاه شرعی دیگر حق نداریم که ما خود را همیشه در غم و تشویش و پریشانی قرار بدهیم. ما بیجا زندگی شیرین خود را تلخ بسازیم، ما اعصاب خود را تخریب بکنیم، اعصاب خود را ضعیف بکنیم، جسم و بدن خود را لاغر و ناتوان بسازیم، ما قدرتها و نیروهای بدنی خود را ما تحلیل بکنیم، تجزیه بکنیم و آن را آهسته آهسته تخریب بکنیم. از نگاه شرعی ما این حق را نداریم. دین مقدس اسلام یک دینی هست که از اتباع و پیروان خود میخواهد که همیشه قوی باشند، همیشه نیرومند باشند، همیشه خوشحال باشند، همیشه تلاش و کوشش بکنند که با قوت فکری خود، با قوت جسمی خود اونها به دین خود خدمت بیشتر بکنند و برای خلق خدا خدمت و فایده بیشتری برسانند. زمانی که ما منزوی و گوشنشین شویم، ما در عالمی از غم و تشویش و پریشانی قرار داشته باشیم، زندگی خود ما هم خراب می شود، زندگی فامیل خود را هم خراب می کنیم، زندگی اطرافیان خود را هم ما به چالش و مشکلات مواجه و گرفتار می سازیم. اینجا هست که در واقع زندگی برای ما کاملا یک زهر قاتل می شود. ما از زندگی بیزار می شویم، ما احساس می کنیم که در این دنیا اصلا هیچ لذت و خوشبختی برای ما وجود ندارد. در حالی که ما بیجای این تشویش را کردیم، ما بهتر هست در فکر خود باشیم، بله در فکر مردگان خود هم باشیم، اما در حق اونها دعا بکنیم. ما در حق اونها، ما اگر از قدرت و توان ما باشد، ما یک صدقه و خیرات بکنیم، نه این که ما در حق اونها خود را بیجای غمگین بکنیم. این غم و تشویش ما هیچ دردی را دوا نمی کند. این غم و تشویش ما هیچ فایده آن به همان متوفا و مرده ما نمی رسد، فقط همین که خود ما را خراب می سازد. جز همین فایده هیچ فایده دیگری ندارد. بهتر است که هر خواهر و برادر مسلمانی ما زمانی که با چنین حالت گرفتار می شوند و یکی از اعضای فامیل خود را از دست می دهند، تلاش بکنند که غم خود را تا همان 30 شبانه روز، آن هم به مقتضای طبیعت بشری، اگر ادامه دادن که از نگاه شرعی مشکلی ندارد، اما بیشتر از 30 شبانه روز دیگر در غم و تشویش نباشند، خصوصا در این فکر نباشند که ما چرا 1 سال یا 2 سال بیشتر و کمتر شده است که پدر ما، مادر ما یا طفل و فرزند ما یا خواهر و برادر ما یا یک دوست ما وفات کرده، ما او را در خواب ندیدیم. شاید از ما خفه باشد. نه، اگر ما در خواب کسی را میبینیم، در واقع این هم با قدرت الله متعال هست. اگر پروردگار خواسته باشد در خواب ما کسی را بیاورد، با ما صحبت بکند یا ما او را ببینیم، ما برای او چیزی بگوییم یا او برای ما چیزی بگوید، این در واقع از جانب الله متعال هست. این قدرت و نیرو را ما نداریم که حتما خواب کردیم ما اتوماتیک ما خواهر و برادر و طفل و فرزند خود را در خواب ببینیم. چیزی که از قدرت و توان ما بیرون هست، ما بیجا نباید خود را در باره آن خسته و ناتوان بکنیم. پس امیدوار هستم که هر خواهر و برادر مسلمانی ما زمانی که یکی از اعضای فامیل خود را از دست دادن، بیجای دیگه در سوگ و غم اونها برای روزها و شبها و هفتهها و ماهها و سالهای طولانی خود را بیجا خسته و کوفته نکنن، قوت و نیروی خود را از بین نبرن، بلکه در فکر زندگی خود باشن، اما مردگان خود را فراموش نکنن، به این معنا که در حق اونها دعای خیر بکنن و کارهای نیک را انجام بدهن، تلاش و کوشش بکنن که فرزندان خود را بهتر تربیت بکنن تا در واقع یک صدقه جاریه برای بعد از مرگ خودشان باشد که در واقع همین تلاش و زحمت مثبت ما به ما نتیجه مثبت خواهد داد و در واقع آینده ساز و مفید خواهد بود. بیاییم در ارتباط به این که ما به عنوان یک انسان مسلمان مسئولیت داریم که ما با پدر و مادر خود نیکی و خیرخواهی داشته باشیم. ما در حق اونها به اندازه توان خود
نیکی و خوبی بکنیم. چون الله متعال در میان عبادت و بندگی خود و در میان نیکی کردن با پدر و مادر الله متعال اتصال برقرار کرده است. زمانی که الله متعال بزرگترین حق خود را که همان عبادت و بندگی و یکتاپرستی هست، بعد از این که این حق خود را بیان کرده، مستقیما بعد از حق خود در میان حق بندگان و مخلوقات خود بزرگترین حقی را که بیان کرده حق پدر و مادر هست. الله متعال می فرماید وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، شما خدا را به یگانگی بپرستید و با او هیچ چیزی را شریک نیاورید. ولا تشركوا به شیئا، این در واقع بزرگترین حق الله متعال هست، بزرگترین مسئولیت و مکلفیت، بزرگترین وظیفه ما انسانها و بندگان هست که ما همین وظیفه را روزمره باید در زندگی خود و در تمام عمر خود تا دم مرگ باید انجام بدهیم که ما فقط و فقط خدای واحد و لا شریک را پرستش و عبادت بکنیم و هیچ یک از مخلوقات او را با او شریک نسازیم، نه شرک جلی و نه شرک خفی، نه هم شرکی که آشکارا و آشکار باشد، نه هم شرکی که خفی و پنهان هست، نه شرک اصغر و نه شرک اکبر. ما به هیچ نحوی نباید با پروردگار خود مخلوقی را شریک بسازیم. بعد از این که پروردگار حق خود را بیان کرد می فرماید ولا تشركوا به شیئا و بالوالدین احسانا، و با پدر و مادر به نیکی رفتار بکنید. یعنی رفتار و تعامل نیک با پدر و مادر بزرگترین مسئولیت برای اولاد و فرزندان هست. بعد از این که روزمره حق پروردگار خود را انجام می دهیم که عبادت پروردگار هست، دومین حقی که در این جهانی هستی متوجه ما می شود همین حق پدر و مادر هست که باید با اونها نیکی داشته باشیم، تعامل و رفتاری نیک بکنیم. حالا ما می خواهیم که با پدر و مادر خود به نیکی رفتار بکنیم. ما به چه شیوه ها یا با چه کار کرده ها یا با چه راههایی می توانیم ما با پدر و مادر خود ما نیکوکار و مهربان باشیم؟ در قدم اول ما تلاش و کوشش بکنیم که در برابر پدر و مادر خود ما متواضع و فروتن باشیم. ما در برابر پدر و مادر خود متکبر و خودخواه نباشیم. ما خود را نسبت به پدر و مادر خود برتر و بلندتر و بهتر نبینیم. ما در برابر پدر و مادر خود همان گونه‌ای که طفل و کودک بودیم احساس کوچکی و خردی می کردیم، ولو که ما حالا مرد شدیم، بزرگ شدیم، حالا اگر یک دختر کوچک، حالا اگر یک زنی بزرگ شده است، باز هم در برابر پدر و مادر خود احساس تکبر و خود برتربینی نکند. احساس نکند که من حالا شخصیت شدم، من کسی شدم، به پدر و مادر خود هیچ نیاز ندارم، پدر و مادر خود را بعد از این دیگر من به اندازه 1 روپه هم ارزش نمیدهم. نباید چون این حالت و وضعیتی را داشته باشیم، بلکه ما در برابر پدر و مادر خود نهایت متواضع و فروتن باشیم و همچنان در حق پدر و مادر خود همیشه تلاش بکنیم که دعای خیر و نیک داشته باشیم. الله متعال می فرماید واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، ای انسان، ای بنده مؤمن و مسلمان، در برابر پدر و مادر بال عاجزی و فروتنی را از سر مهربانی و از روی رحمت و مهربانی بگستر و آن بال فروتنی را هموار بکن. یعنی پدر و مادر خود را در زیر بال مهر و محبت خود، در زیر بال فروتنی و عاجزی و مهربانی خود بگیر. بله، در شکی نیست که یک فرزند و یک اولاد، یک دختر و یک پسر این مسئولیت را دارد که در برابر پدر و مادر خود باید بال او
یک بالی فروتنانه و عاجزانه باشد. احساس تکبر و خودبرتربینی در برابر پدر و مادر خود نداشته باشد و از روی شفقت و مهربانی و از روی محبت و دوستی باید پدر و مادر خود را بسیار با عاجزی و فروتنی در زیر بال مهر و محبت خود بگیرد. و باز الله متعال می فرماید و قل رب ارحمهما، و بگو پروردگارا پدر و مادر من را مشمول رحمت خود بگردان، کما ربیان صغیرا، چنانچه که مرا تربیت کردن در خردی، چنانچه که پدر و مادرم من را زمانی که کوچک و خرد بودم تربیت کردن و پرورش نمودن. حالا یک پسر یا یک دختر، یک فرزند این دعا را در حق پدر و مادر خود بکند که همان گونه‌ای که اونها من را که کوچک و خرد بودم تربیت کردن، ای پروردگار من حالا تو همین پدر و مادر من را مورد رحمت و مهربانی خود قرار بده. در این آیه کریمه الله متعال همین دو مسئولیت فرزندان را در قبال پدر و مادرشان بیان کرد. یکی این که باید در برابر پدر و مادر خود فروتن و متواضع باشند، نه متکبر. و مسئولیت دیگری که این آیه کریمه بیان کرد این هست که ما همان کوچکی و خردی خود را به یاد بیاوریم که نیاز به تربیت داشتیم، نیاز به خوردنی و نوشیدنی و پوشیدنی داشتیم، ما نیاز به یک سلسله چیزهای دیگری داشتیم که در زندگی ما باید تأمین و فراهم می شد که پدر و مادر بسیار با مهربانی تمام این حوائج و نیازهای زندگی ما را برای ما تأمین و فراهم کردن و می توانستند که در همان کوچکی ما را دور بیندازن، ولی اونها مهربانی کردن، ما را حفاظت و نگهداری کردن. بار خدایا حالا پدر و مادر من را مورد رحمت و مهربانی خود قرار بده. وقت برنامه ما هم در همین جا به پایان رسید و تا برنامه بعدی که باز هم اگر خواست خدا بود در خدمت شما قرار گرفتم. همه شما را به الله یکتا می سپارم. شب و روزی خوشی داشته باشید و در تمام لحظات عمر موفق و زندگی سرشار از سعادت و خوشبختی شامل حالتان باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.